بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. شنوندگان گرامی، کمی کوتاهک درباره 10 روز آخر ماه رمضان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به چی مشغول بود در این 10 روز آخر ماه رمضان. برای ما هم 10 روز، یعنی که خلاصا 9 روز دیگهش موندگی است. برای همین ما حاضر بیان میکنیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به چی مشغول بود در این روزها. یکم فقط حدیث ها را میاریم شرح میتیم برای که وقتی طولانی را نگیرد. چطوری که عایشه مادرمان روایت میکند یا که خبر میدهد برای ما، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. حدیث در امام مسلم است. مادرمان عایشه میفرماید رضی الله عنها که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کوشش و تلاش میکرد در همین باقی مانده 10 روز آخر رمضان در اعمال کوشش میکرد در همین 10 روز آخر که در یگان روز دیگر همین طور کوشش تلاش در عبادت نمیکرد. یعنی که در عبادت، در ذکر و در طاعت و در نماز و در قرآن خوانی اینا هم قدر کوشش تلاش میکرد که در همین 10 روز آخر که در دیگر روزها هم کار نمیکرد. پس میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی که شب زنده میداشت، نماز میگذاشت، دعا میکرد، استغفار میکرد و دیگر اون عبادت ها میکرد. چطوری که در حدیث عایشه باز مادرمان رضی الله عنها فرموده است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر احیا الليل و ایقظ اهله و جد و شد المئزر. چطوری که پیامبر اکرم میگه صلی الله علیه و سلم وقتی که در روز آخری ماه رمضان که میشد چیکار میکرد؟ شب زنده میکرد. ببین فهمی مادرمان عایشه ببین که شب زنده میکرد، یعنی شب مرده هم میشود. یعنی که انسانی که عبادت میکند معناش که شب زنده میدارد. شب زنده میکرد و ایقظ اهله و آن کسی که در خانه بود همسراش بیدار میکرد. برای چی؟ برای نمازگزاری، برای دعا، برای که از اجر محروم نشوند. و همون معذر معنای دارد که ای در همون خیلی معناش میگیم در همون میگه چی؟ جد و شد، یعنی که میبست. همون چی را؟ همون بند ایزار میگیم که چی؟ بند ایزار میگیم میبستش. این کنایه از چیز که یعنی که حدیث در متفق علیه بخاری مسلم است، یعنی که هم خوابگی نمیکرد. یک روایت شبین است، دیگر روایت معنای که یعنی که ما میگیم که همون میان شب است. در چی؟ در برای کارخیز میان شب است. در همین حالت هم همین معنا را دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی میان شب بست. برای چی؟ برای عبادت. یعنی کنایه از چی است؟ از کوشش و تلاشی خیلی چی، یعنی خیلی زیادی در چی؟ در عبادت. باز مادر المؤمنین رضی الله ام المؤمنین رضی الله عنها میفرماید که نبی صلی الله علیه و سلم یخلط العشرین بصلاه و صوم و نوم فاذا كان العشر شمر و شد المئزر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه در وقتی که در امین در 20 روز پیش از یعنی که 20 روزی که از اول رمضان تا 20 میگه که آمیخته میکرد همین 20 روزه به نماز، به روزگیری، یعنی که روزه میگرفت و نماز میخواند و خواب میرفت. وقتی که میگه 10 روز آخر که میشید، یعنی که میگن که شمر، یعنی که دستا را بالا میکرد و چی میان میبست و چی به عبادت تلاش میکرد. این حدیث در امام احمد است. باز از هدی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه کان صلی الله علیه و سلم یطرق باب فاطمه رضی الله عنها و علی لیلا فیقول لهما الا تقومان فتصلیان. متفق علیه، حدیث بخاری مسلم است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرفت در خانه فاطمه و علی رضی الله عنهما در چی میکرد؟ میکوبید. بعد وقت میگفتون که الا تقومان، آیا شما نمیخیزید پس نماز نمیگذارید؟ حدیث در چی بخاری مسلم است. باز از حدی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در 10 روز آخر ماه رمضان اعتکاف بود. پیغمبر اعتکاف مینشست. از حدیث عایشه روایت است که رضی الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاری. حدیث در امام بخاری. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در 10 روز آخر اعتکاف مینشست. هر یک رمضانی که پیش بود 10 روز آخر چی اعتکاف مینشست. وقتی که همون سالی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا چشم میپوشید، در همون سال 20 روز آخر رمضان اعتکاف نشست. رواه البخاری. حدیث در بخاری. اعتکاف برای چی؟ برای خاکساری، برای عبادت، برای طاعت خداوند در چی؟ در مسجد. این اعتکاف چیه؟ برای که الله عز و جل سوره بقره 87 موعد میفرماد که ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، ای آنها را با آنها همبستری نکنید در حالی که شما چی؟ در مسجد. پیامبر اکرم از هدی پیغمبر، از راه و روشی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین 10 روز آخر بود وی پیغمبر جستجو میکرد. لیلة القدر، شب قدر جستجو میکرد که در کدام حالت است و در کی است، کدام روز است. برای چی؟ برای که خیلی
قدری بزرگ داشت، خیلی شرفی بزرگ داشت، مکانت داشت در نزد خداوند. برای چی؟ برای توبه کردن و بخش، یعنی چی؟ حتی پیغمبر خداوند گناههای پس و پیش بخش داد، ولی چی؟ پیغمبر بود که کوشش میکرد که لیلة القدر دریافت کند و توبه و استغفار کند. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید، هر یک انسان باید اندیشه کند که چقدر گناه و چقدر در گناه غوطیده است. باید انسان خودش پاک کند که رمضان شب در ماه رمضان اگر توبه نکند. پس در این آیت میفرماید که ان انزلناه فی لیلة القدر، ای ما فرود آوردیم. چرا؟ قرآن در چی؟ در شب قدر. برای چی؟ برای که قرآن منزله بزرگی دارد که در همین شب فرود آورده شد. برای چی شب قدر است. شب خیلی منزله بزرگ دارد. خداوند او را وصف داد به که بهتر است از چی؟ از 1000 ماه 83 سال 83 بیشتر از 83 سال و 4 ماه چی دارد؟ عبادت. و کسی که در همون شب عبادت میکند و همون شب دریافت میکند از 83 سال و 4 ماه عبادت برابر است. لیلة القدر خیر من الف شهر. الله میگه که باز شب قدر میگه بهتر است از چی؟ از 1000 ماه. باز وصف میتید که بانها مبارکه، ای این در آیاتی که میگه که الله عز و جل که ان انزلناه فی لیلة مبارکه، ما او را فرود آوریم در لیلة مبارکه، در شب چی؟ مبارک، ای پر برکت، ای خیرات و برکت زیاد دارد. ان انزلناه فی لیلة مبارکه در سوره دخان 3 آیت. چهارم انها تنزل فیها الملائکه، از خیر و برکت همین لیلة القدر چیست؟ در اون میگه فرشته ها و روح خودش ای جبریل علیه السلام فرود می آیند. در همین شب خیلی اندازه زیادی از فرشتگان به آسمان دنیا میفرایند، به زمین میفرایند. برای چی؟ برای از برکت، یعنی از زیاد بدن برکت همین شب پس میفرایند به زمین برای خیر و برکت و رحمت و روح. یعنی میگه و تنزل الملائکه والروح فیها، هم فرشتگان میفرند هم روح جبریل علیه السلام. پس میگه این روز الله عز و جل چی نام مانده است؟ سلام هی حتی مطلع الفجر. نامش همیشه به چی مانده است؟ سلام. از همه سالم، از همه چیز سالم. شیطان نمیتونه وسوسه کند، یگان بدی برد، یگان اذیت دهد. سلام برای مؤمنان از چی؟ از همه سلام است، از همه چی؟ یعنی سالم است. یعنی انسان مسلمان سالم شد از همه چی؟ سالم و چی؟ در امین است از همه بیم ها و از ترس و از دیگر چیز. برای چی؟ برای که در همین شب الله عز و جل بیشتری از، یعنی که خیلی از بنده های خودش که امنا عبادت میکنن از آتش دوزخ رها میکند و از عذاب دوزخ آنها را چی؟ در امین میدارد. چه گفتیم در اینجا میگه فیها یفرق کل امر حکیم. باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که کسی که همین شب بیدار خوابی میکند، شب زنده میکند، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی از شما میگه شب قدر بیدار خوابی و شب خیزی و نمازگزاری میکند، ایمانا و احتسابا، به همین روز باوری دارد، به همین شب باوری دارد، این باوری کامل دارد، و احتسابا و اجر از خداوند منتظر است، غفر له ما تقدم من ذنبه، خداوند میبخشد اون گناهی که پیش کرده است. حدیث در بخاری مسلم است. ای ایمان و تصدیق و باوری دارد به همین روز، ای طلب اجر از خداوند منتظر است. باز حدیثای درباره چی است؟ درباره 10 روز آخر رمضان. چقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما را خبر میدهد تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان، جستجو کنید شب قدر میگه در 10 روز آخری از رمضان. حدیث بخاری مسلم. با در حدیث روایت دیگر میگوید که در روزهای طاق طوری که میگوید تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، جستجو کنید شب قدر در کدام وقت؟ در روز طاقی 10 روز آخری ماه رمضان، ای 21 و 23 و 25 و 27 و 29. باز حدیثای میگن که در روز 27 یا که نزدیک به یا که 25 یا که 29 همین روزا را میارد. پیغمبر میگه صلی الله علیه و سلم که التمسوها فی العشر الاواخر فان ضعف احدكم او عجز فلا يغلبن على 7 البواقي، رواه مسلم. میگه جستجو کنید لیلة القدر در 10 روز آخر. اگر کسی از شما ناتوانی کرد، ضعیفی کرد، سستی کرد یا که ناتوانی کرد، پس باید کوشش تلاش کند در همین 7 روزی که باقی مانده است. حدیث مسلم. باز حدیث دیگر است، باز حدیث
از سخنی که حدیث ابی بن کعب میگوید، ابی بن کعب میگوید که والله انی لاعلم لیلة هي لیلة التي امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بقیامها هي لیلة 27 رواه مسلم. ابی بن کعب قسم میخورد، سوگند میخورد که به خدا من میدانم که ای کدام شب قدر است، اون شبی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما را امر کرده بود به چی؟ به شب خیزی او، زنده گذاری همون شب که وای شب 27 است. حدیث در امام مسلم است. حدیث دیگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث امام احمد و در ابو داود میفرماید که لیلة القدر لیلة 27، شب قدر این میگه شب 27 است. باز ابن حجر، امام نووی و غیری از عالمان میگویند که انها لا تختص لیلة القدر بلیله معینه، میگن که شب قدر شب معینی نیست در هر سال، بل تنتقل فتكون في عام في ليله 27 مثلا وفي عام آخر. خاصا میگن که نه همه سال مثلا شب لیلة القدر در 27 میبرد که 29 نه، گاهی میشود که یک سال میشود 27، سال دیگر ممکن 25، سال دیگر 29 شود. برای همین حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه التمسوها في تاسعه تبقى في سابعه تبقى في خامسه تبقى، جستجو کنید در نهم که باقی مانده است، در هفتم که باقی مانده است و در پنجم. رواه البخاری. برای همین میگه هر سال دگرگون می شود. پس گفتیم برای چی الله عز و جل همین روز پنهان کرده یا که آشکار نکرد برای ما؟ برای چی؟ برای که اگر یک روز معینش میکرد همون روز عبادت میکردن و تمام. برای همین چیش کرد؟ پنهان یا که آشکارش نکرد. برای ما چی؟ برای چی این ما جستجو کنیم همون شب، همه شبا رو یعنی که شب خیزی کنیم و نماز گزاریم، طاعت عبادت کنیم، همون روزا را ذکر کنیم. علامت‌های شب قدر کدام هایند؟ علامت‌های شب قدر کدام هایند؟ خیلی انسان میفهمد که شب قدر است. یکم علامتی اون انها لیلة سمحة طلقة لا حار ولا بارده، کما قال نبی صلی الله علیه و سلم. میگه اون شبی است که شب آرام، شب آزاد، شب گرم نیست، خنکم نیست، میانه است. خیلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد لیلة القدر طلقة لا حار ولا بارده تصبح الشمس يومها حمراء ضعیفه، رواه ابن خزیمه. میگه اون شب قدر میگه طلق آزاد است، یعنی که همین میگه سلام است، آرام، آسایشتگی است، خنک گرم سخت نیست، خنک سختم نیست. وقتی که آفتاب که میبرد، آفتاب سرخ و ضعیف، اینا توانای نور ندارد، شعاع ندارد. این یکی از علامتاش. رواه ابن خزیمه، امام ابن خزیمه روایت کرد. برای چی میگم؟ برای چی است آفتاب ضعیف است؟ برای که میگم ملائکه وقتی که پگاهی میشد، ملائکه بعد نماز بامداد بالا میبرند، ملائکه فرشتگانی که در زمین بودن. یکی از زمین چی است؟ علامت دی میگه لیلة القدر، خمس صلی الله علیه و سلم لیلة القدر لیلة بلجه لا حار ولا بارد لا يرمى فيها بنجم. شب قدر میگه شب بلجه، لا حار خیلی گفتیم خنک نیست، گرم هم نیست، لا يرمي فيها بنجم، یعنی که همون رواه امام احمد، همون میگیم که همون ستاره یا که همون چی ستاره وقتی که او به زمین میغلطد که میگه لا يرمى، یعنی که خود نمیغلطد که هم خیلی میگن. خلاصه علامت سیمش میگه ان الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية ليست كعادتها في بقية الأيام. قول النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها حلت حتى ترتفع. این خیلی ما گفتیم که همون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و فرمود که پگاهی لیله شب قدر میگه آفتاب میبرد وقتی که چی شعاع ندارد، دور ندارد آفتاب، یعنی شعاع سخت ندارد. لها كأنها حلت حتى ترتفع، گویا که وای چی شده است، یعنی که نورش رفت است خلاصه تا اونی که به آفتاب نبرد خیره، بعد اون آفتاب چی شعاع زیاد میشود. حدیث در امام مسلم است. انسان باید انسان باید چیکار کنه وقتی که در اون شب چی لیلة القدر از دعا مثلا انسان باید شب نماز گذارد؟ برای که گفتیم کو کسی که شب نماز که لیلة القدر میخیزد این نماز میگذارد و گفتیم چی کند؟ با در حدیث عایشه رضی الله عنها دعا چی دعا کند بسیار. حدیث رضی الله عنها قال نبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ارایت ان وافقت لیلة القدر ما اقول فيها. پیغمبر پرسید که ای پیغمبری خدا وقتی که من در شب لیلة القدر دریافت کردم از چی بگویم در اون شب؟ قال فقولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ای بار خدایا هر آینه تو عفو کننده و بخشنده گناهان هستی و دو اسم داری بخشیدن گناهان، پس چی گناههای مرا عفو کن یا که ببخش. این یکی بود. با حدیثای از پیغمبر است که صلی الله علیه و سلم که به معنای همون حدیثا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له. میگه دوری یعنی که بعد دوریش که انسان دور میشود. انسانی که رمضان میگه یعنی روزه را دریافت کرده، شب قدر دریافت کرده که 10 روز آخر دریافت کرد در اون خداوند گناهاش نبخشید. با حدیثایی است که میگه که یعنی که بعدا دور شود یا که خلاصه شیمان میشود و خلاصه میگه که بعدا لمن ادخل و تو بسوره بعدا لمن ادرک رمضان ولم یغفر له، یعنی که دور باشد، دور شود اون کسی که رمضان دریافت کرده، در رمضان بود، رمضان آمد و وی چی
خداوند نبخشید گناههای او را. برای چی؟ برای گناه در رمضان توبه نکرد، استغفار نکرد، نماز نگذاشت، قرآن نخواند، خداوند نبخشید، طلب مغفرت از خداوند نپرسید، پس دور شود. خلاصه دعاش میند پیغمبر، بعد جبریل میگه دور شود، بعد میگه آمین آمین. خلاصه انسان باید کوشش کنه در همین ماه، در همین که ممکنه شاید که رمضان آینده را دریافت نکند، تا رمضان آینده ممکن زنده نباشد. برای همین انسان هر یک لحظه همین 10 روز آخر رمضان یا که 9 روز آخر رمضان یا که روزای وتر، این انسان باید کوشش تلاش کند. برای چی؟ برای عبادت کردن، برای نماز و روزه کردن که اجر مضاعف می شود، که اجر مضاعف زیاد می شود ان شاء الله و خیری بزرگ است. و خداوند در همین ماه رمضان بنده های خودش رها میکند. دعا کردن در کار که از جمله هم بنده ها ما هم شویم، شما هم شوید. برادران گرامی، دعا کنید، هم دیگر را دعا کنید، برای خود دعا کنید، برای دیگه پدر مادر دعا کنید، برای مسلمانان دعا کنید که در کدام حالتن از مسلمانان، در کدام حالتن مسلمانان را دعا کنید که خداوند اسلام عزت و نصرت تیاد. برادران گرامی، اسلام عزت تیاد، اسلام عزت تیاد برادران گرامی، که اسلام پهن شود، که اسلام نشر شود، که اسلام مردم فهمد، اسلام حقیقی مردم فهمد، که از شرک و از بدعت و از دیگر چیزا دست کشند.